سه نکته‌ای که شخصیتت رو متحول. 1. غرور شخصیتی که باعث بالا رفتن سطح اعتماد به نفس میشه. برای مثال همین یه مورد کمک بزرگی در تاریخ به صلاح الدین ایوبی کرد تا با سپاه صلیبیون بجنگه و قدس رو قاطعانه فتح کنه. 2. ادب. خیلی از رهبران بودن که تونستن با ادب و احترام قدرت رو به دست بگیرن. برای مثال مهاتما گاندی تونست با فلسفه نه به خشونت هند رو به استقلال برسونه و الهام بخش مردم بشه. 3. سکوت. با شنیدن دقیق صحبت‌های دیگران میتونی با درک بهتری بهشون پاسخ بدی و ارتباطات موثرتری برقرار کنی. آبراهام لینکلن تونست با همین شنیدن دقیق و درک نظرات دیگران در جنگ داخلی مردم رو متحد نگه داره. سه نکته‌ای که شخصیتت رو متحول. 1. غرور شخصیتی که باعث بالا رفتن سطح اعتماد به نفس میشه. برای مثال همین یه مورد کمک بزرگی در تاریخ به صلاح الدین ایوبی کرد تا با سپاه صلیبیون بجنگه و قدس رو قاطعانه فتح کنه. 2. ادب. خیلی از رهبران بودن که تونستن با ادب و احترام قدرت رو به دست بگیرن. برای مثال مهاتما گاندی تونست با فلسفه نه به خشونت هند رو به استقلال برسونه و الهام بخش مردم بشه. 3. سکوت. با شنیدن دقیق صحبت‌های دیگران میتونی با درک بهتری بهشون پاسخ بدی و ارتباطات موثرتری برقرار کنی. آبراهام لینکلن تونست با همین شنیدن دقیق و درک نظرات دیگران در جنگ داخلی مردم رو متحد نگه داره.